توی مثلا این ساده‌ای که بهتون گفتم شما میتونید مثلا طرحدارش رو وردارید. حالا طرحدارش میشه مثلا این حتی اگه قرب بشه یا خط و خش هم داشته باشه خب موردی نداره، چون توی این کلن سبک گم میشه. یا اینا همه خب کار دسته. خیلی از دوستان سوال میکنن، خیلی از مشتریامون خیلی حساسن، مخصوصا حالا خانمایی که توی پیج خرید میکنن خیلی میخوان مثلا ظریف باشه و بدون خط و خش و بدون نقطه و این چیزا ما نداریم. جنس شرط برنج میدیم، شرط مثلا کار دست، شرط سوریه، شرط اینکه آهنربا نگیره، ولی خط و خشش رو دیگه نمیشه تضمین